سلام، توی ویدیو می‌خوام بریم سراغ دیسنترالند توش بچرخیم و یه دوری بزنیم و راهی درآمدزاییشو بهتون بگم و یه اکانت بسازیم و خلاص یه دوری بزنیم توی متاورس دیسنترالند. پس با من همراه باش در بازی دیسنترالند. سلام خدمت همه کاربرای عزیز، من حالتون خوب باشه، لباتون خندون، جیبتون پرپول دلتون شد. مثل همیشه کاویسی از آکادمی گویم مازن. امروز می‌خوام بریم سراغ دیسنترالند بدون وقفه بریم روی سیستم. خب بچه‌ها این سایت دیسنترالند، آدرسش هم decentraland.org. حالا شاید خودتون اومده باشید و حالا یه توضیحات در مورد گیم و اینا داده. می‌خوام بریم سراغ بازی کردن. گیت استارت بزنیم بریم. میگه که آقا یه اپلیکیشن ویندوز داره، یه اپ ویندوز داره که میتونی نصبش کنی و روی اپ بیاریش بالا. میتونی روی وب هم بیاریش بالا، یا میتونی دانلودش کنی روی پی سی بیاری بالا، یا هم که روی وب بیاریش. حالا من دانلود کردهش هم دارم ولی میخوام از روی وب بریم روی وب ببینیم چه جوریه. من قراره یه اکانت روش داشتم، این اکانت رو بیام خارج باشم از نو بریم. اینجا میخوام لاگ اوت کنم، لاگ اوت، و بیاید از یه اکانت جدید بسازیم. یه چیزی که هست، مثل با اون مرور گیر داد، با این مرور دیگه اومدم. بعد همون مرحله کانتینیو متامسک. یه ذره دیسنترالند سنگینه و طول میکشه تا وقتی لود بشه. وقتی میاد بالا یه ذره اینترنت بالا سریع میخواد، در سیستم تقریبا قویه میخواد. خب بچه بالا اومد. اینجا میگه که جنسیت خود را انتخاب کنید. خانم میخواید، آقا میخواید، آقاییم. او رنگ پوست این رنگ خوبه. بعد مو، اگه مرده چرا زنون نمیاره؟ کدومو بزنیم بچه ها؟ خوبه. من این گذاشتم چرا اون کچل شد؟ اون دیفالتشونه. اینو میذاریم، زایه شد. این با خودش هم حرف میزنه. قرمز پرسپولیسی و الان استقلالی رو میاد یش کامنت بذاره. خب عرضم به حضورتون که اوکی دیگه، بزنیم بریم دوم. برای نیم شما چیست؟ نیم ما جوادیم. خب بچه اسمتون هم نباید فاصله داشته باشه، بدون فاصله باشه. نکست. یه سری قوانین گذاشته که باید اینجوری بذاریم به چرخ پایین. خب اوکی. و وارد بازی میشیم. بازی من بازی نمی کنم حقیقتا، خیلی وقته، ولی دیسنترالند میام هر چند وقت میام توش دور میزنم، خیلی حال میده. یه اکانت دیگه دارم توش، خیلی میام. کل تایم های فراغت هم میام تو دیسنترالند. گاوی میشه اینجا ورودی کل دیسنترالنده. اینجا ورودیه که همه میان اینجا. نبینیم شو خوشگیر گریه رو خوشش آقا. استغفر الله ربی و توب الیه. بعد ارزم حضورتون که میگم که همه اینجا چه خبره. خب بریم تو چه جمعی خودتو بنازید پایین. برید پایین. بعد اینجا میگه که یه سری آموزش ها بهتون میده، میگه که این ایوز اینجوری میشه. بعد اینجوری وی بزنید اتون چند زاویه مختلف ببینیدش. بعد با اینو میتونید حرکت کنید. اوکی فهمیدم. بعد اف بزنیم اسکیپ. نمبر رو من میدونم. یه سری آموزش بچه‌ها. اوکی ببخشید اینجا یس تمام. و علاوه بریم خارج چیم، بریم چه خبره. شیفت بگیره چه آروم میره، شیفت ول کنی سریع میره. بعد حالا یه چیزی هم که داره اینجا بهتون یاد بدم. اسم میزنید میاد اینجا براتون اصل کارمون، بار اصلیش اینجاست. خاطر مهمترین اینجاست. اینجا حالا میاد ترندا رو بهتون نشون میده، رویدادهای مهمی که الان داره برگزار میشه رو بهتون نشون میده، ترندینگش. مثلا 31 نفر الان اینجا و همینجوری داره بهتون نشون میده 4 نفر اینجا، 6 نفر اینجا، 4 تا اینجا، 2 تا اینجا، 3 تا. رویداد سامسونگ چه جالب، سامسونگ بچه اینجا هست. بعد اینا هم توی رویداد اینجا ببینید. یه بخش پلیس داره و اینجا میتونید این چیزاییه که بچه‌ها میتونید ازش کسب درآمد کنید.
یعنی این رویدادی هستش که میتونید روش کسب درآمد کنید. خب یعنی بازی کنید و درآمدتون پول در بیارید که در مورد اینا حالا توی ویدیو دیگه بهتون توضیح میدم. فعلا یه ذره یواش بریم جلو. بعد تو ایونتش هم که همین رویداداست دیگه، کلا اینجا هایلایتش نشون میده، مکانش نشون میده، پلیس و رویدادی که استارتس این 3 روز دیگه 14 روز دیگه لیستشو براتون نشون میده. بعد برگرانی چی تو مپ، اینجا مپشه بچه نقشه خود بازی دیسنترالنده که اینجا داریم میبینید. میتونید بچرخیم توش بیاییم میبینیم کجاها میشه رفت. اینجا جای مهمشه دیگه، این جایی هستن که ساخته شدن و میتونید برید دور بزنید. بریم اینجا، میخوام یه چیز جالب بهتون نشون بدم. اینجا جامپ رو بزنید اونجا میرید میره اونجا. اینجا یه چیز باحال بهتون نشون بدم از پیشرفت صنعت متاورس. خب بچه این جایی که ما الان هستیم یه جاییه که کلا بازار پوشاک. اینجا میبینید راسته بازار پوشاکه. خب بذارید آره راسته بازار پوشاک و مده رفت چرا اینجا داری ببینید. بعد عرضم به حضورتون که چیز جالبی که داره الان مثلا اینجا شورومایی هستش که میتونید ببینید. خب این شورومای لباسه، شورومای لباسی که اینجا هست برای مد و پوشاک. هر کدوم از اینا هم خواسته باشید میتونید روشون بزنید وارد سایتشون میشید. میتونید اینا بزنید میشه اعتماد کنیم بهش. کانتینیو که بزنید وارد سایتشون میشه. تا وقتی لود بشه میریم یه جای دیگه هم دور بزنیم. همیشه الان باشه و کپی رایت نخوره. صلوات اینجا هم که مثلا کفش، روی این کفش میبینید کفش حالت متاورسی هم اینجا هستن. میتونید روی اینا بزنیم بریم رو سایتشون کفششون ببینیم. اینا رو ببینید. خب الان میخوام بهتون یه چیزایی باحال بگم. اینجا هم که داره لود میشه، میبینید اینجا سبز داره لود میشه، لود شد. اینجا هم پوشاک رو میتونید ببینید. بعد عرضم به حضورتون که همینجوری خیلی چیزای دیگه داره اینا لود میشن، هنوز لود نشده. مقدار طول میشونه شاید بالا اینم پوشاکه که اون بالاست و هنوز لود نشده. و کلا یک راسته بازار پوشاکه اینجا. اوکی خب اینجا مال کلا چینی است، پوشاک چینی است. و اینجا میتونی بری روی این. خب الان میره بالا. نه فالا که فکر میره بالا، نه فلوره. نمیزنم باز شه. خواهد اینجا نکنید مثلا این الان مثلا ماجیک ادن رو دیگه فکر کنم بعضی میشناسنش واقعا تو زمینی پوشاک و مد دیگه واقعا که از گولاست. و اگه دقت هم کنید اینجا مارکت پلیس کل ماجیک ادنه که شبکه سولونا هم هستش. و اینجا میتونید کفش مختلف متاورسی برای خودتون بگیرید. جالبه. 17 سولونا، 24 سولونا و خیلی چیزای دیگه. اینا رو دارم بهتون میگم بچه‌ها. خب که یه اتفاقی داره میفته، اینم اون لباسایی که ما هم رفتیم، اینه که پیاده سازی اینجور چیزایی، اینجور ایده هایی که بتونید اینا رو داشته باشید و بتونید حالا بسازیدشون، کفشایی رو، اینجور کالکشنایی رو، اینا داریم دورش آماده میکنیم که شما بتونید اینجور چیزایی رو بسازید یا حتی شما اینا رو بتونید بسازید. ببینید من برم اینجا دوست سنتراله، حتی بتونید در این خونه هر کی دارید میبینید خوردم تو چارچوب در. آره اومدم. ها این میرید میگم گفت رفت بالا، اینم میاد پایین فکر کنم طبقه 1. آره اومدم طبقه 1 رفت بالا اومد. مثل این ساختمونه رو می‌بینید، این ساختمونی که اینجا هست یا این ساختمون که اینجا هستن داریم می‌بینید، اینا همه طراحی میشن. خب این طراحی‌ها رو ما الان داریم یه دوره که آماده می‌کنیم، دوره ساخت دوره NFT یا متاورس، اینا رو همه رو داریم بهتون یاد میدیم که اینا رو بتونید مثلا این خونه‌ای که اینجا دارید می‌بینید این خونه رو بتونید بسازید. این خونه‌ای که اینجا دارید می‌بینید این کلا فروشگاه رو بتونید بسازید و از یه طرف دیگه هم بتونید حالا اون چیزایی که داخلش هستش هم حتی بسازید، حتی برای شخصیت خودتون، مثلا شخصیتی که اینجا هست لباس و کفشش و شلوارش و یا خیلی چیز دیگه بسازید. دیدید اولی که وارد شدیم یک حالا جز اون خانومی که استغفر الله ربیعت علی بود،
اون یکی دیگه که مثلا اونجا بود که حالت چیزی داشت، اونو مثلا میتونید شما کنن شخصیتش کامل بسازید، لباسش همیشه مثلا بسازید. خب و این هم مثلا یه دونه کشتی کروز تفریحیه که اینجاست که نمیشه. بعد بعضی جاها که بچه توی دیسنترالند های دور میزنه نیاز داره که شما مثلا حالا یه توکن یا NFT رو داشته باشید واردش بشید، یا جایی نیاز داره که شما حالا یه مبلغ کوین رو داشته باشید واردش بشید، بعضی جاها هزینه باید بدید که اشتراکش رو بگیرید که واردش بشید. این جای خاصی ان که یه سری ساختمون ساخته میشه این کارو انجام میدن. اینا همه ایده است. خب دیسنترالند یکی از اونایی هستش که احتمال رشد خیلی زیادی داره. سند باکس هم حالا اگه درخواست داشته باشید در مورد سند باکس هم براتون یه ویدیو اختصاصی درست می‌کنم چجوری بتونید خونی تو سند باکس بسازید و تو سند باکس چجوری بتونید حالا هم شخصیت‌ها رو بسازید هم خونه‌های سند باکس رو بسازید. مثلا اینا کنید که می‌بینید یه استادیوم کاملا تیم طراحی کرده. خب اینا دارن بهتون یاد میدن چجوری استادیومایی بسازید. اینا همه رو بتونید شما خودتون بسازید کلا تو متاورس. و خیلی ها هستن که الان دنبال اینجور چیزایی، یعنی خیلی پروژه‌ای میتونید بردارید که اینجور چیزایی رو بسازید، یعنی اینجور خونه‌هایی رو، اینجور چیزایی که تو دیسنترالند هستش رو بتونید بسازید. و عرضم به حضورتون میگم که حالا مثلا تبلیغاتیه، حتی شما میتونید زمین خودتون رو مثلا اینجور بنر تبلیغاتی داشته باشید که توش بذارید و توش کسب درآمد کنید که شرکت‌های مختلف مثلا بیان اونجا، مثلا کلیک کنم میره توی خود دیسنترالند SDK و حالا تبلیغات مختلفی که اینجا هستش میتونید ببینید. حالا یه چیزی دیگه در مورد دیسنترالند بهتون نشون بدم یاد بگیرید. این که الان این اسم میزنم اینو تو پروفایل، این نقششه. خب حالا شما هر جایی که زمین گرفتید میتونید حالا طراحی زمینتون و خونه هاتون و اینا رو با اون چیزی که تو دوره داریم یاد میدیم انجام بدید و بیاید اونجا بذارید و حالا سری خدمات تو دیسنترالند به صورت مجازی بدید. احتمالاً دیسنترالند خیلی رشد خوبی داشته باشه بچه‌ها، خیلی بتونه آینده خوبی داشته باشه، یواش یواش داره پیشرفت خیلی خوبی میکنه. برای پیاده سازیش هم بچه‌ها یک راهی که میتونید کنید خود بالندر داره. خب اینجا شما میتونید طراحیتون رو انجام بدید. یه روش طراحیتون اینه که از اینجا میتونید انجام بدید. یه روش طراحی دیگه هم که هستش که ما توی دوره داریم بهتون یاد میدیم. این سه چیز آماده داره. ولی اون استادیومی که دیدید، اون استادیومه پیاده سازیش مثلا اون طراحی حرفه‌ای سه بعدیه و حتی مثلا اون کفشا، متد کفشا، بعد اینکه چجوری پیاده سازیشون کنی که تعدادشون چه شکلی باشه و عرضم به حضورتون که داستان‌های برنامه‌نویسی که اون کفشایی که دارید شما می‌بینید تو کالکشن مثلا الان دیدیم، اونا توشون پشتشون برنامه‌نویسی داره دیگه. توی پیاده‌سازی NFT کلا تو NFT پشتشون بیشترشون اونایی که دارن کارهای بزرگی انجام میدن، API کلاب و مثل ایمیج ریوانس و خیلی پروژه‌های دیگه، اینا همشون پشتشون یه تیم برنامه‌نویسی قوی هستش که میاد بحث اینی که تعداد چجوری باشه، افزونگی چجوری باشه و ریالیتی و یوتیلیتی و خیلی چیزای دیگه دارن تعریف میکنن. مثلا تو ریالیتی یه سری فرمولای خاصی داره. اینا رو همه رو ما باز تو اون دوره داریم بهتون توضیح میدیم که اینا رو بتونید پیاده کنید در کنار طراحی سعودی خیلی حرفه‌ای. این هم که الان بهتون نشون میدم، اینم یه جاییه که شما میتونید الان اینجا هم دارید میبینید. خب مثلا لند میتونید، اسکرین میتونید، اینا رو پروژه میتونید نیو پروژه بزنم اینجا پروژه بسازم و یه طراحی خونه سعودی رو مثلا اینجا انجام بدم. یه سری ستینگ داره که ستینگ کاریش ندارم و اینکه خودمون مپ هم که بهتون توضیح دادم و بالندر که بهتون توضیح دادم. بعد حالا هر جا که بزنید شما میتونید جامپ بزنید واردش بشید. خب حالا از این بخش دیگه تو اکسپلورش برگردیم تو اکسپلورش. از اینجا مثلا سری رویدادهایی که ما داریم اینجا دارید میبینید. خب اینا رو حالا هر کدومشون خواسته باشید واردش بشید. مثلا من میام اینجا تو اینجا مثلا این رویدادو خب 17 نفر اینجا میتونم جامپو بزنم و وارد این رویداد بشم و تو رویداد شرکت کنم، تو مسابقه شرکت کنم و توکن دست بیارم. خیلی از پروژه‌هایی که مثلا دارن خودشون معرفی میکنن یا حداقل مکانشون دارن معرفی میکنن، میان اینجا شروع میکنن به تبلیغات کردن. یعنی میان چیکار میکنن؟ مردم تشویق میکنن که بیان اینجا حالا تو بازی که دارن اونجا برگزار میکنن شرکت کنن. اگه یادتون باشه مثل این ویدیویی که اینجا گذاشتم که بین همکاری سند باکس و اسارت لس بود که دارن یه بازی راه میندازن که مردم هم تو مسابقه شرکت کنن که بتونن از اسارت وارد سند باکس بشن، همین که یه جوری معروف بشن و یه مکانی رو داشته باشن که اختصاصی مردم حالا اونجا رفت آمدشون بیشتر بشه. وقتی رفت آمد بیشتر بشه تبلیغات میتونید اینجا انجام بدید، اینگیجمنتتون رو ببرید بالا. مثلا نکنید الان اینجا ویو بزنم، عرضم به حضورتون که الان اینجا اومدیم اینجا گلف مثلا بازی میکنه. خب من بیام اینجا این لاگینو که بزنم که پولم باز میشه و ساین این برام میتونم تو اینجا برام شروع کنم به گلف بازی کردن. الان این آن متاماسک. خب من متاماسک چیز کردم دیگه، اوکی کردم. آره
ای بابا من تبلیغات دادم حواسم رفت آموزش اینو برام آورده است توی یوتیوب. گفت که چیه و چجوری و داستان چیه. حالا اینا میتونیم تو شرکت کنیم تو این بازی هم توضیحاتش هم قشنگ هم داده. گفته که مثلا اینجا بازی گلفه آره آموزششه و اینجا میتونیم این گلف بازی کنیم. مثلا این گلف باشه نیاز داره که شما یکی از این چوب گلف ها مثلا داشته باشید. خب بعد مثلا این چوب گلف هم که باید بگیریم دیگه، میشه آفر بدیمش بگیریمش. ماشاءالله قیمتی هم داره. خب در کل مثلا شرکت کردن توی این نیاز داره که چوب گلف داشته باشیم. بعد اینو بزنیم که خب این طراحی اینا که می‌بینید اینا که می‌بینید همه طراحی هستش که با نرم افزار سه‌بعدی طراحی میشه که تو همون دوره بهتون میگم که چجوری میتونید طراحی کنیدش. الان تو این گیمی که الان ما اومدیم یهویی اومدم تو این گیم عرضم به حضورتون که دقت کردید مثلا چوب گلف رو مثلا از داشت شما پول داشته باشید وارد اون چوب گلف بشید و این طبقات مختلفش آورده دیگه. گفتیم کدوم طبقه می‌خوای بری. می‌خوایم بریم توی لابی. اومد توی لابی. بعد حالا این طراحی پشتش این کلی اینجا که داریم می‌بینی گرافت گلف گرافت اینجا این خورشیدم داریم. اینا همه طراحی سه‌بعدیه که داره انجام میشه که اینا رو بهتون توضیح میدیم که چجوری بتونید اینو پیاده سازی کنید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تو این ویدیو ما رفتیم سراغ دیسنترالند، توضیحات در مورد دیسنترالند بهتون دادیم و اینکه چه چیزایی رو داره و چجوری میشه اکانت ساخت و واردش شد و خیلی چیزای دیگه. الان من این اکانتی که ساختم ایمیلمو و با کیف پولم کانکت شده، یعنی کیف پولتون رو اگه اومدید کانکت کردید با همون کیف پول دیگه میتونید توش بازی کنید و کسب درآمد کنید. امیدوارم که ویدیو لذت برده باشید. هر سوالی هم داشتید حتما بپرسید. لایک و کامنت و سابسکرایب اگه نکردید سابسکرایب فراموش نشه که ویدیوی دیگه که در مورد دیسنترالند میسازم و با خبر بشید. اون زنگو داشته بزنید و هر جا هستید لبتون خندون و جیبتون پرپول و دلتون شاد. تا ویدیوی بعد فعلا.